тамошобинони мухта володария гобисаи бузурге рӯбарӯ ҳастем. эътиросо оид ба сулхази хонум азиза давом дорад. дар ин ҷо гурӯҳе аз мардумон ҷамъ шуда эътирос баён намудааст. силоҳи худро омода кардӣ? омода кардам. интизори фармони шумоям. набошад шурӯъ мекунем. тирпаронеро оғоз кунед. пароканда шавед. шамша орзу. эҳтиёт кун худатро. эҳтиёт кун. бубин аз боло парвонда истодам. ҳой аз боло дидӣ. сардорам аз куҷо парвонда истода? аз бом ниёзӣ. бубинед наҷиб сардор дар он тараф аст. ба тарафи пай тир холӣ кунед. сардорам онҳо хеле зиёданд. ниёзӣ зуд тамос бигир. ба ин ҷо гурӯҳи махсусро равон кунам. инҷоро бубин балангор шуд. хамшав. ҳой эҳтиёт кунед. ба қаимини ковозу тир нарасад. итоат сардор. кӯмак талаб кардӣ ниёзӣ? талаб кардам сардорам. гурӯҳи махсус барои баромадам. то онҳо меоянд ки дар ин ҷо ягон одами зинда намемонад. хоинони миллат 1 соли 1977 чунин фитнаангезӣ карда буданд. акнун шуд. наҷибро як тараф гузоред. ба тарафи мардум тирхолӣ кунед. зудтар бошед, онҳо пароканда шуданд. ба боло нигар. аз боло парранда истодам. خوب هستی؟ مردمی نزدیک دروازه را پرانید. هلاک شدگان و زخمیان زیاد شدند. سردارم گروه مخصوص دیر کرده ایستادند. یگان کاری باید کنیم. نیازی تاپان اسلام مرا حمایت کنید. من بالا میبرم. سردارم ایستید با هم میرویم. اوکان تاپان همراهتون یک نفر رو گرفته از طرف دیگر گذارید. اطاعت سردارم. احمد زود مردم را از اینجا دور کن. اطاعت سردارم. مرا حمایت کنید. باز به همین طرف میآید. نمانید که واردی بینا شوند. آتش! بالا زن. سردارم اونا خیلی زیادن. چیکار کنیم؟ نمیدانم نیازی نمیدانم. لیکن اگر اینجا انتظار شویم عاقبت بد میشود. خوش بچه ها گوش کنید. کسی را که دیدید پرانید. احتیاط کنید. با قیمینی و ارزو ضرر نرسد. چی بود؟ کسی نپرانید. کجا بشید؟ یکیت همینجاست. احتیاط شوید. پرانید. سردارم در بالا یگان کس هست؟ بله نیازی شاید یگید باشد. انشاءالله که خودش هست. من همین همه وقت پیش از گروه مخصوص یگید با کمکمون میآید. داوبار یگید هم اومد. اکنون از اینجا گرفتن حسین است. این آدم اینجا را از کجا یافت؟ چنان حسیات دارد که در زیر زمین هم باشی مثل سگ از بویت تو را پیدا میکنه. سردار اگر از اینجا نگریزیم یگید ما رو زنده نمیموند. میبینم که یگید را دیدی دست و پا خورده شدی. ترسانچه که نامرد آدمانی به گناه را کشته برتاز. جواب همه این را البته میدهی. احمد ابن حیا. زود باشید از اینجا برویم. یگید چی میشود؟ حاضر وقتی وی نیست. ما باید خودمان را نجات دهیم. گاه ببینیم
تا کجا میگریزید؟ اینها کجا شدن سردار؟ فکرم با پایم فرموده ایستادم. میدانم که ما اینجاییم. از اینجا نمیبرایم. از برایمان تنها یک امکان مونده است. و درون میدرایم. بله. بچه ها همه احتیاط کنند. رفتید زودتر سردار. خوب شد. زودتر. ببین همه در هراسن. بیرون رو احاطه کردن. اکنون چیکار میکنیم؟ همیشه نقشه احتیاطی خود رو داریم. از درون صدایی نمی آید. ممکن نقشه دیگری داشته باشند. آنیق چنین است. شما کیستید؟ نظارتچی قوه برق هستیم. دیگرها کجا شدن؟ مردن. زود به درون دروید. زود اینها رو پوشید. زودتر. میگید اینا کجا گم شدن؟ نمیدانم سردارم. شاید از اون سراخی دیگر برآمدند. فرزندانم شما از امنیت هستید؟ ها خاله. کدام شکایت کرده است؟ نمیدانم. نیازی از چی شکایت کرده بود؟ در رازی در نفری هست. زودتر باشید. میرویم. از اینجا زود باید برویم. من شکایت کردم. گپ زنید. دو روز شد که آسودگی رو ندیدم. از دست کی؟ همین مقابل بوده. 2 روز است که گم آسوده نمیمونن. نمیدونم چه کار میکنم. حالا جان تو در رو محکم کن. نبرایید. حاضر ما دیده میبرایم. فهمو بچم فهمو. کسی نیست. تازه سردارم اینجا بیاید. گریختن آمده. از کجا برآمده باشد؟ از بینای همسایه گرفتند. در آن به ترتیبی باید این را هم به نقشه میگرفتیم. نیازی بچه ها رو گرفته اطراف را از نظر گذار. دیگه با من زودتر باشید. زودتر. ایسا پلیس. جدا میشویم. فهمیدم. احتیاط کن. فهمیدم. تو به این طرف من به این طرف. زود باش. بیا. اینا کجا گم شدن؟ سردارم من از این طرف میرم. بله من از این طرف. نفاس از دست من خلاصی نداری. سبیل مانات. دیگر راهی گریز نداری. یک روی نکن. مثل آدم تسلیم شو. آدم میدیم که عذابی سخت نمیدیمت. ایست پلیس. ایست پلیس. سلاحت را پرتاب. تو پرتاب وگرنه کودک رو میپرونم.
اشک چشمش رو نگاه نکرده میپرونم. گوش کن مرا، احمقی هم حد دارد. او کودک است، این کاری احمقانه را نکن، وگرنه در چقوری غرقت میکنم. هر آغاز را انجامی هست و هر راه هم آخر دارد و تاست. راهی تو هم تا همینجا بوده است. درست نزدیک نشو. آخران مراتبه میگویم. کسی آدم سلاح را پرتاب. مرد شو آخر، مرد باش. از نزدم دور شو. حرکت نکن. تو از کجا بر آمدی؟ شد، همش گذشت. نترس، همش گذشت. شد. بالا برو میلش. سردارم حالا زنده است. اما شما ببینید. اطاعت سردارم. یگید حالا من سخن آخرینم رو نگفتم. چی بوده است سخنی آخرینت؟ زود به من سلاحت را ده. سلاح رو به یک طرف کن. زودتر به ماشین سوار شد. جنسدت. درباره عزیز خانم صحبت میکردیم، ناگاه از کجای تیرباران سر شد نفهمیدیم. بالای سرمون تیرباران شد. بله، زنان و کودکان وحشیانه کشته شدند. صحنه ترساور بود. ترسیدیم، سخت ترسیدیم. خیال کردم که میمیرم. این یک دهشت بود. روی راست آدم ها را میکشتم. نخواهیم که مسئولان را هر چیز زودتر یابند. آدمی ما بازیخ با برداشت نیست. سردارم این آدم را از بام میفتیم. گویا که خمش را دیده است. مشکل تو در بالا چکار میکردی؟ سردارم سردین. شو سردین. گویش را هیچ نکنم سردارم. با شما حادثه سال 1977 را گفته بودم. حق برآمدم سردارم. همان طور تشکیل کردن سردارم. نام رمزیش انتخابات است. همه چیز اکنون نزدم صرف می شود. تشکین از برای خدا خاموش شو. ما حرکت کنک شود. حالا وقتی گوش کردن پیشگویی های فلاکت باری تو را نداری. گوش کن، در اینجا سرمان در بلا است. سردارم من برای کاری شما میگویم. حالا ایستید. ماهی مرد اپریل با میدان گروه های تروریستی میدرویند. بمب ها میترکند. بوی خون با تمام شهر پهن میشود. پیاد دارید در جمع آمدی 29 اکتبر در استانبول بمب گذاشته بودند. خدا رحم خورد و در لحظه آخرین یک سگ پیدا شد. کنی استشید یک لحظه است. این کارا همین خیلی سردارم. انا همین خیلی سردارم. دیگه چکار کردی؟ لطاز گره سردارم. شما چکار کردید؟ زخمیانی وزن است. بستری کردم و کار تحلقدار دست دادم. سردارم در بالای بام سلاح‌های خودپران نصب کردند. باز دو سلاح دیگر یافتند. هم ما رو فریب کردند و هم خون زیادی رو ریختند. سلاح ها رو گرفته برای سنجش ما کنید. مایل سردارم. همه چیز از روی اینهاست. ثبت کنید. همه چیز از روی اینها شد. از روی همین ابلهان. بس جواب میگوید برای بسیاری خانند است. دیدیدم. بچه ها اینها دست اینجا دور کنید. چه ها میگویی؟ امنیت جواب میدهد. از بی اهمیتی شما آدمان بیگناه مردند. در خانه ها نقشه ها میکشید و اینجا خودتان را حق میبرانید. دور کنید این راست اینجا. بچه ها پلیس از چهارچوبه برآمده ایستاده. دیده ایستاده. بقیه بینی کم نداره. شد بس همین قدر. بچه های ما کار را تمام کردند و گفته آنها کار را نگذارونیم. سنگ را پرتوا. دو برعکس یک راست شده. بازنگری خوب هستی پیکست. خودت میدانی که در نرد مغلوب شدن را دوست نمیدارم. میدانم محترم بران، میدانم. پس چرا از من پیش میمانی؟ فراموش مکن که همه کوشش هایم برای توست. خواطر نشوید. یک لحظه از عقلم دور نمیکنم. این خیلی باشد انتظار میشویم. خوش آمدی قهرمان. خوش باشه. کارها طبق خواستتان نشد سردارم.
اینقدر خاکساری نکن. کسی نداند باور میکند ما از هر در نزد تلویزیونیم. همش خوب رفته ایستاده است. یگید و نجیب هم در آنجا بودند. ما را دیدند. دیگر ما را آرام نمیگذارند. این طرفش را فکر نکن. تو جوان مردی، فداکاری، با تو نقشه های زیاد را اجرا میکنیم. با این چیکار کنیم؟ نیازی با او احتیاط باشه. یگید مردم را پراکنه، اما با او خیلی با احتیاط باشه. یافتن قاتلان بیگناهان حرز ناموس شماست. اگر که شما یافتن نتوانید، من خودم در بدر گشته همه این خلق را دنبال خودم گرفته حسابش را میپرسم. قاتلان را خودم میابم و این امنیتی به مسئول را شرمنده میکنم. بازسر شد. برآمدن چه بود؟ اولی جناب. و تو دیدی؟ همه دنبال کلای تو شدند. کاری خوب کردی. سردارم کاری را که امر میکنی از تحت دل اجرا میکنم. دعوای شما هم درست است. پس برای دعوا خودت را فدا میکنی؟ سردارم میبینم که برای جواب دادن این سوال حاجت نیست. فکر کردیم که در وقت تیرپرانی تو عکست را بگیریم. بعد به اخبار دادم و گفتم که ببینید این کاری و تو نام استخباراتچی دولت است. یعنی قاتل کارمندی دولت است. آدمی سروزیری دولت است. آوازه میبراری. هرگز سردارم. برای وطنم، برای دعوا و برای شما کاری نیست که نکنم. دیگه از تو خود میبینی و مثل این جوان مرد فرمانبرداران صادق که انتظار بیداری میباشند ارتشی بزرگی دارم. و تو در صداقتت خیلی حیران شدم. روزی میبینی که من این آدم ها را سله پوشاندم، باز میبینی که به سرشان لطه بسته اعضای تروریستی میکنم، در دست ها سلاح اسکرها را میپرانند. روزی میبینی که مخالفینشان میکنم، صاحب کاران را از بین میبرم، بعضا آشخانه ها را نیست میکنم، مهمان خانه ها را میسوزانم، بعضا ملت گرایی میکنم. پیکس اینها به همه فرمان هایم آماده اند. دست های قاتلان خانم آتشی کنند. جناب زنگ تلفنی. تو کی هستی؟ کی بودنم مهم نیست. شما رو میپرسم. زنگ تلفنی از کی بود است؟ شما وقت رو نگیرید. زودتر جواب دهید. الو. من بران. بران بزرگم شمایید. ما را خوب گوش کن. دختری در برات بوده به تو یک چیز میدهد. گرفتم سردارم. در درون چی است؟ دختری که در بالای بام بود. در آن عکس های قاتل مردم است. حاضر نزد ندی می روی، پخشی مستقیم می بری، همه را با پا می خیزانی. فراموش مکن، پسی پرده این خون ریزی استخبارات دولت است. نخواد کی؟ این چیخ زیباست. شکل نو و متن تازه آرام جزیره است. این باز هم آشکارتر امشب در اخبار و پگاه در تمام روزنامه ها با رسم هایشون آنها را دیدن می خواهم. اطاعت سردار. کی بود است؟ شب بزم بازی است. آرزو خانم خبردارم میکنم که امشب توی داریم. توی بیا میریم از اینجا. رفتیم. سردارم دخالت کردم در کار بدر میگان حادثه کلان میشه. بله نیازی. سرده مرا. از من چی میخواهی؟ تو با من میروی. من کاری نکردم. مرا سرده. کاری کرده یا اینکه نه اینش رو بعد میفهمیم. راه گرد دختر، راه گرد. یشین دخترم. منم پدر جان. کی آمدی تو؟
دیروز آقای یگید خبر کرد. او در کجاست وزیر؟ آقای یگید؟ نمیدانم. همین جایم سردارم، همین جا. حالتون خوب است؟ مثل اینکه دردتون سبک شده است. کمی گذشت. با دخترم شناس شدی؟ بله سردارم. شناس شدیم. یگید اگر از بسترم خسته نتوانم. این خیر نگوید سردارم. این طور نگوید پدر جان. دخترم وعده ما تمام شد. البته این وظیفه آخرین انسان است. اگر خسته نتوانم دخترم به تو امانت یگید. سردارم با دکتر صحبت کردم. احوالتان بهتر می شود. ما هممون از حد دل این را می خواهیم که شما با پا خسته هم ما را و هم دخترتان را پرستاری کنید. حالا هم در پیش چشمتان کودک هستم پدر جان. البته همین خیل است. خیر یگید یگان پیشروی هست؟ سردارم بهتر از شما نپرسید و من جواب نبیم. چه شد؟ با خیر است؟ به فکرم این موضوع را نکشایم بهتر است. بگو از من پنهان مکن. پدر کرمانید. باید که استراحت کنید. هرچی که لازم باشد به فکرم اجرا کردن. شما هم اکنون اجازه دهید. باید استراحت کنند. مالش من فهمیدم. من میبرایم. سردارم لیلا را یک خبر گیرم. همه‌اش رفت. آقای مظهر در بستر، تو هم بستری و تازه به ناموس ما را فراخت. من با خیری مثل آواره در دشت مانده. الهی چیزو تا شفا یابی. احوالش خوب نیست. از حد زیاد مواد مخدر دادند. اکنون چی می شود؟ هنگام مواد مخدر را کشیدن خماری می شوی. حالا در حالت خماری قرار دارد. اکنون بعد از این چونش امان زندگی میکند؟ البته که نه، لیکن برای رهایی از آن کم کم استعمال باید کند. آهسته آهسته به داروهای طبیعی میگذاریم. این چی بلایی بود که به سر آمد؟ لیلا معشوقه شما است؟ لبای؟ چی؟ این را از کجا گرفتید؟ شما نبوده، تنها نام شما را میگرفت. خداوند. خیر چی گفت؟ نامتان را ذکر کرد. معلوم می شود که دوستی نزدیکش هستید. نه خانم، تنها همکار هستید. شما نادرست فهمیدید. سلام. اکا در کجا میگردی؟ در همه جا تو رو میکوبم. باز چی گپ شد؟ اکا زودتر یک چیز رو باید که ببینی. زودتر بیا رفته. زود باش. تماشابینان عزیز، ببینید امروز ما به شما خبری تازه میرسانیم. قتل عام امروزه را بعد لحظه به شما پیشکش خواهیم کرد. دادری جانم، این یک وحشتگری، این یک دهشت. باور کنید که آدم سخنی هم نمییابد. این نوار رو ببین، شرمندگی است. استخبارات دولت روی راست مردم بیگناه را کشته نابود کرد. خیری اینها چی میگویند؟ تماشابینان محترم، خودتون دیده شما را انتظار نکرده ثبت ویدیویی ثبت شده را به یگان شهردهی پیشکشتان میکنیم. مرحمت، تماشا کنید. اکنون
اکنون در حقیقت شپاتی آبدار زده. حادثه با مقاومت کایرمینیک به شما شهر می‌کنه. کنی ببینیم این حکومت جواب قتل عام را چگونه میده. این مردی که در نوار است نفر است از تشکیلات استخباراتی مخصوص با تخلص فتاس. یعنی شما گفتنی هستید که این قتل عام کار خودی حکومت است؟ آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان؟ به این هم من چیزی نمیگویم، همه چی آشکارا است. شخص قاتل معلوم، نوارها موجودند. تماشابینان محترم، نامردی رسول، بی‌ناموس، تا این درجه پستی هم پستی میکنن و هم باز ما را گناهکار میکنن. مردم حادثه های پس پرده را از کجا میدانند؟ تنها دیدهشان را باور میکنند. این منظره را چقدر بیان میکنند؟ ترجمه حال اخباراتی در میدان. مردم از لایه شبکه بحر خبری ندارند. در به در رفته یک به یک میفهمونیم. شبکه بحر را نیز میفهمونیم. کارهایی که به خلق کرده اید میگوییم. این مردم دیده را باور میکنند. اگر که کشاد و روشن نقل کنیم البته که درک میکنند. آخر ما هم باید رفته حقیقت را به مردم گوییم. نجیب سردار، این موضوع آنقدر ساده نیست. مجبور خون میپرتاییم میگوییم که شربتی سرخ نشدیم. مجبوریم. آقای دادستان چرا باید شون رفتار کنیم؟ یک اندیشه کن. در بخش زنده درباره شبکه بحر سخن میگوییم. و تو چی شد؟ تو میگویی که افسوس که گروه در داخلی واحدهای امنیت، حکومت، پروکراتوراها و دیگر مکانها فعالیت میکنند که ضد دولتند. این همه را به خشم میارد. و چگونه باوری باقی میماند؟ این را چگونه شرح دادن ممکن است؟ کسی نمیداند که از این روش چگونه نجات میابیم. اگر چنین کار هم شود این درویه بازها قیامت را به سرمان میخیزانند، مثل روغن زیتون بالا میبراید. نیازی راست میگوید. از این صحنه باز ارکنکاندوها فایده میبینند، نه اینکه ما. اینها چقدره که باشند، در کجایی که پنهان شده باشند، این بی‌ناموسان را یک به یک باید فاش سازیم. ما مجبوریم که وقتی برآوردن آنها احتیاطکار باشیم و در چارچوبه قانون عمل کنیم. زود استعفا ده. با این داغ سیاه زندگی کردن نمیتوانی. سروزیر تو جواب میگویی برای مردم. پلیدها، نامردهای رزیل، بیشرفها، دشمنان انسانیت، خدا جزای همه شما را دهد. از این دنیا هر که زودتر پای و پای شما کنده شوند. حرامی ها. خدا را شکر که تو بودی، وگرنه به جای تو مرا زده میشکست. این خوبیت رو اصلا فراموش نمیکنم. لبه بله همینجا. کی میپرسد؟ شد میرسانم. اگه شما رو بخورم گذار عاطف. آخر خیلی مهم است. از دستگاهی سروزیر میپرسد. عاطف همین رو از اول چرا نگفتی؟ اولش همین است. از دستگاهی سروزیر گفتم. شد گب رو دراز نکن. گوشه رو با من بده. لبه بله منم. البته کای شد اکا چی میگوید؟ محترم سروزیر در استانبول بوده است. عاجلا به مجلس دعوت دارد. معلوم میشود که وضعیت خیلی هم جدی است. حادثه و تازه. اکا جان من گفتنیم که کدو رو باز در سر ما میکفانند. گوش کن خیره، گوش کن. کاری کرده این دختری در بامبوده را به گب میدراره. فهمیدی؟ شد. من میروم. اینجا را به تو باور میکنم. اکا خواطر نشو. این دختر مثل بلبل میخواند. مرا گوش کن خیره، گوش کن. گفته هایم از این گوشه در آمد از گوش دیگر آب نبراید. من اکا یکی در دستم. ما در اینجا کوشش خدمتی ملت و وطن را داریم. تو هم وظیفه خودت را اجرا میکنی. فهمیدی؟ مایلش اکا حضور من چی گفتم؟ با دیگه کردی. عاطف تو کاری خودت را کن. باز همین موضوع را به گوش تو نکنم. این رزیلان کشور را آغشته خون میکنند. آنها را داشته به اینجا میاریم. میگویند که هرچی کردیم برای وطن کردیم. گوش کنید، به همه تان میگویم. همه تنها مرا گوش میکنند. فهمیدید؟
میدانم که همه کوشش میکنید تا کاری از دستتان میآمده را اجرا کنید، لیکن بسندگی نمیکند. میفهمید؟ بسندگی نمیکند. ببینید اگر ما هممون در وقتش حرکت میکردیم ممکن قتل عام نمیشد. از این پس کسی خطا کند جزا میبیند. شنیدید مرا؟ جزا میبیند. فهمیدید؟ جزا میبیند. شنیدیم. خیلی تو دختر را به گپ درآر. اگر گویی که نمیتوانم و تو جواب طرف از قبله. آقا چرا تو مرا دل شکسته میکنی؟ قسم میخورم وطاز رو در کف دستت میگذارم. من نمیدانم خیری، من نمیدانم. امشب باید وطاز رو دستگیر کنیم. باید دستگیر کنیم. اطاعت اکا، خواطر نباشید. شد، همه از پی کاری خود شود. دویما همین خیل است. ضرب المثل های ما دویما درست میبروید. چه خیل؟ آمد و رفت انسان رو والا میکند. والله راست است. چیزی نفهمیدم. وظیفه میگویم. آدم رو دیگر میکرده است. کی دیگر شده است؟ فراموش کن. من بسیار سفسطه میگویم، مرا ببخش. بابا دادم رو انتظار شویم؟ کی میداند کی میآید؟ دادت رو یک طرف مان. بابا اویا که از آتش مال میبرارده شد الپرین بسیار گپ نزن. تیز با ماشین سوار شد. تیز خیلی کشا کنی درو. الپرین با ماشین سوار شد. دادم اوید ما رو نیابد جنگ میکند. جنگ کردن گیره جونکم. با ماشین سوار شد. شما روید، من دادم رو انتظار میشوم. با تو گذار گفتم وگرنه یک شب بادی میزنم. ای کودک با من گوش کن. کنی درو، زود درو. تو هم گذار. با فکرم شما پدری نوربانو یلمز هستید، همین طور؟ بله. دخترم چکل است؟ در اتاقش است؟ احوال دخترتون خوب شد. او رو جواب دادند. کی برد؟ با فکرم بابایشان در برشون بودند. کمی پیشتر رفتند. شاید در همین جا باشند. سنان نیست. بابا ماشین رو داره. باز از دنبال ما شد. سرعت را تیز کن. برادر من کن آخیر. دادم است میگویم. اوف اپا یکون چی بگی آخیر. سرعت رو کمی بلند کنه. اوف خواب شده است. گاز را زر کن. من کنه گفتم. خوش آمدید. سلامت باشید جناب. من دیر نکردم؟ در وقتش آمدید. جناب سروزیر انتظار است. بیایید. تشکر. سردارم، سردار استخبارات مخصوص یگید گندوزال. مرحمت. این طرف گذارید. آقای یگید خوش آمدید. سلامت باشید محترم سروزیر. تشکر. تو را با آن خاطر دعوت کردم که درباره حادثه غم‌انگیز معلومات دیدی. حزب نو را هر چی زودتر تشکیل باید کرد. تا انتخابات هم آنقدر وقت نماند. کارها زیادند. نه پول هم در کار است. فکر از این گفته هایت ذره در کار نبود. در کار نیست؟ سبب در چیست؟ برای آن که حزب نو نمیکشویم. آخر سردارم بیکشادن حزب این چگونه می شود؟ در انتخابات چقدر وارد شده سروزیر می شود؟ با یکی از حزب ها راهبر می شوی. چخیل؟ ما حالا چیکار میکنیم؟ حالا خوراک میخوریم؟ نه، سر کدام راهبر را میخوریم باید درباره همان صحبت کنیم. سر راهبر یگان حزبی موجود بوده را خواهی با پول خواهی سوی قصد یکی را انتخاب کن. که امینی کار آغاز کرده است. اعضای ارکین کاندو را وکیل تعیین میکنی، بعد همه را با پا میخیزونیم. اول تو را وکیل تعیین میکنیم، باقی آسان. با فکرم سوی قصد بهتر است.
باز بالای جسد راهبر حزب تبلیغات گذرانیده آواز زیاد جمع میکنیم. آفرین پیکس. کار را نو سر کرده باشی هم موفق هستی. آقای مظهر را پراندند. به عزیز خانم سوی قصد کردند. با آدمانی که اعتراض میکنند تیر خالی کردند. 10 نفر آدمان مردند. آقای یگید، همه این چی معنی دارد؟ سبب ضعیفی استخبارات در چیست؟ جناب، ارکن کاندو همچون گروه در شکل حجره های علاهیده بنیاد شده است. یکی از ساختارهایی که از طرف ما معین گردید این لایحه شبکه بحر می باشد. کمی شهر می دهی؟ یعنی در درون این ساختار هزارها نفرانی هستند که یکدیگر را نمی شناسند و در نقطه های مخصوص دولتی فعالیت می کنند. این یک ساختار پنهانی می باشد که تاریخی دراز دارد. وقتی که نفری از آنها وظیفه دار می گردد از پنهانگاه می براید و سفارش را اجرا می کند. خب وقتی تیر پرانی به سوی مردم عکس نفری گرفته شد به نام وطاس، آیا مخبری لایحه شبکه بحر است؟ شما حق هستید محترم سروزیر. متاسفانه وطاس یکی از مخبران نقاب پوشی بود که وارد ما شده بود و با امر خارجگانش نقاب از روی گرفت. پس شما کی لایحه شبکه بحر را آشکار کرده می توانید و تازه خائن را کی دستگیر می کنید؟ جستجو داریم جناب. انشاءالله به زودی تسلیم می گردد. این مسئله خیلی مهم است. تلاش دارند که دولت را ناتوان نشان دهند. عادت گذشته امون هست که در چنین وضعیت رحم نمی کنیم. این شکست خوری ها را کشور برداشت نمی کند. با سرگذشت های 4-5 در بدر کشور را داغدار نمی کنیم. به تو تا سحر مهلت می دهم. کاری کرده وطاس را دستگیر کن. اطاعت جناب. اول وطاس، بعد خائنان باقی مانده را به دست عدالت می سپارم. ایستا. حالا تمام نشده است. قرار دادی که سری کدام راهبر حزب را میخوری؟ سردارم، این حزب باید حزبی شود که برای تبلیغات من موافق باشد. بله. حتی وقتی ترک راهبری از پسش کفت و کاب هم نشود. با یک هیجان سخنهای تعریف کنی از میان تازه شده رود. راست میگویی. دور زدن آن هم به حزب حرکتی نو بخشد و هم به کشور درد بیارد. احساس مردم محافظ خیره گردد و به درد ملتگراییشان برسند. عالی جناب، بسیار دوستهای راهبری کننده دموکراتی ایجاد کرده بودیم و کشور را 40 سال در خواب ماندیم. چی خیلی که دیمیر لیدیل را فرزندان یغیز ما را گوش نکردند و آنها را از بین برآورده بودیم. همان خیل عمل میکنیم. من تو را در کرسی راهبری خودم میشینانم. تنها خودت حزب را انتخاب کن. فکر میکنم که حزبی که ملتگرای باشد برای من موافق است. حالا حس میکنم که در این سمت براحت‌تر کار میکنم. انتخابی بهترین. یک بار دیگر نشان داده که فکرانی ما نسبت تو درست بوده است. در کرسی راهبری نشسته استعدادت را نشان میدهی. سخنرانی سیاسی و هنر ناطقی را تو داری. اول تحکوسی را مستحکم میکنی، پس آن دوستان را در انتخابات رکورد به دست میاری. با تو تبادلاتی خواهم کرد. همین طور خواهد شد. این حزب را با خون و یا اینکه با پول گرفتنش را خودت میدانی. این عوض کنی عادی بازینگر نیست پیکس. مسئله تقدیر است. برای غالبیت در انتخابات 2011 هر چی که باشد تکرار میکنم، چی که لازم باشد، حتی خونریزی هم باشد میکنیم. گفتنیت که خون زیاد میریزد. تبادلات بیخون میشود. هر چی که لازم باشد ترکاندن میگیریم. مسجد، مکتب. به حساب من 250,000 را کشیم. در این کشور بسیار تغییراتی می شود.
ناگفتن نماند که کشتار سربیت را هم حل کردن. گفتی که مخبران لایحه شبکه بحر در همه جا موجودند. مگر در اداره من هم هستند؟ بله جناب، موافق نقشه لایحه بودنشان از احتمال دور نیست. مثال روشن جناب این و تازه است. آنها چنان پنهان فعالیت میکنند که به همه این نقاب ها میدرآیند. و تاز رفیق خیلی با اعتماد بود و حتی حیاتمان را به او باور میکردیم. در عملیات ها مثل دوست جانی بود. عاقبتش را خودتان میدانید. شما گفتنی هستید که این حادثه سیاه دام بود و آماده کننده این دام با همان سرعت حالا هم در سر کار می باشد؟ افسوس که طبق خبرهای رسیده انتخابات سال آینده برای ارکن کاندو یک مسئله قتل عام است جناب. با باوری گفته می توانم که این مراتبه در انتخابات کارهای انجام دادن می خواهند که ما حتی تصور هم کرده نمی توانیم. موافق استخبارات شما خائنان چه نقشه ها دارند؟ در دست معلومات های داریم که می خواهند نقشه را چون حادثه ماه می سال گذشته عملی سازند. گروه تروریستان، تیرپرانی، ترکش بمب ها، سوی قصد ها و حتی با نوارهای اغواگرانه دیگر دین ها را چون دشمن نشان دهند و ملتگرایان را به جنگ دعوت می کنند. دایر به این موضوع جهت پیشگیری های این حادثه چی میگویید؟ جناب، از شما خواهش میکنم که برای معین و من کردن حرکت های ضد دموکراتی و تروریستی به من صلاحیت پر دهید. وظیفه است تو یکی. عاقبتش هر چی که باشد با کجایی که رود دنبال این کار را ترک نکنید. من آمادم که تمامی دستگیری ها را برایتان بکنم. جانتان را به گرو مانید. نگذارید که کشور ماجرای اتحادی را دوباره ببیند. محترم سروزیر، جهت رفع ظرفیتی که اخبار عامه نوشته ایستاده است حمله باید کرد. بله، تا آرام شدن حادثه داغ روز میخواهم آقای مظهر استعفا دهد. جناب، استعفای آقای مظهر آخر چرا؟ ضرور است. در میان ظرفیتی هست. جناب اجازه دهید من استعفا دهم. آقای مظهر به این هم بیمار است. تنها به خاطر خاموش کردن واسطه اخبار عامه است. این حرکت را از بین بریم، باز آیندهش رو میبینیم. در رفت کار پیت یافته و تاز را دستگیر کن. اطاعت جناب. با اجازت شما برای کار. کدام وقتی که فرصت پیدا می شود که دنیا سخنی ما را گوش کند، همین گونه آدمان دیو صفت روبرویمان می شوند. اینها باز سر کردند. شرم و حیا ندارند. از من به کوچه برآوردن کودک ها را می خواهند. آخر در کشور این روزی بد آخر ندارد. هر روز یک حادثه، یک روی داده. این چی گپ خودش؟ سردارم، فردا در برنامه‌تون تعزیه بر جای حادثه است. سردارم، آقای کامینیگ آمده است. قبلا واخوری نکرده است، لیکن واخوری میخواهد. نه توی هست و نه اید. از کجا پیدا شدین؟ من هم از این چیز نفهمیدم. اگر خواهید قبولش نکنید. این خیلی نمیشود. پشت درمان آمده است. هیچ نباشد گفتارش را شنویم. قبولش کنید. اطاعت سردارم. سرمت جان، دوست قرینم، باور کن از دیدارت خیلی شاد شدم. آقای که در راه وانه خورده ایم. شما به زیارت من آمده اید. به یادتان آرم. تو رو یاد کردم. گفتم یک قهوه را نوشم و تو صحبت کنم. مگر خطا کردم؟ در حال میروم. همه خیلی میشود. خیلی وقت شد که وانه خوردیم و حیران شدم. خوش آمدید.
خوش آمدید. شنید خوش چی خدمت کنم؟ یک قهوه شیرین از رو نوشم. چی گفتم؟ شیرین نوشیم؟ شیرین گپ زنیم. همین خیلی خیلی عذاب کشیدم، اما بلبل بر این خواندی، خوراک را هم حق کردی. گیر شکمت را سیر کن، شرم نکن. این را بین. خب خیری چیکار کرده؟ اقلا یکون چیز فهمیده؟ چی خیلی نمیفهمم. اکا من فرشته پرسنده بودم، همین که پرسیدم او بلبل شد. خب خیری بلبل چی گفت؟ در دانشگاه صنعت تحصیل کرده است. این کار رو از آنجا آغاز کرده، جمعیتی گفته براه برآمده. خیری مکانی و تاز را گفت؟ مکانی و تاز را؟ البته که گفت، چون که او را من پرسپاس کردم. خب آفرین. یکی از بچه ها رو اینجا گذار و تو خودت پیش درا. زود باش. بله آقای کیان، از این زیارت چی قرض داریم؟ جناب، به شما هم معلوم است که در کار ائتلافی که مصلحت کرده بودیم دوست قرینم حاضر نقشه کاریمون تنها محترم ارگین کلان و یک چند نفر دیگر رو نامزد نشان میدیم. همه قدر آسان که آخر جناب شد. فهما تکلیفتان رو قبول میکنم. نباشد خبری بزرگ را در حال رسانم. لبای با سرمت واخوردی مگر؟ بله سردارم واخوردم. تکلیفتون رو قبول کردم. کمی پیشتر با بیکس صحبت داشتم، با قرار دادیم که با سرمت تکلیفی نمیدیم. حالا هم در همان جایید؟ بله حالا هم در دفتر کاری سرمتم. خب حاضر نزدی او بیرم با یک زبان موافق پیش شدنش را فهمان. با کدام معنا استعفاش رو میخواهیم؟ در نزدم نفری هست که حق کرسی را میدهد. پیکاس؟ بله درو گپ زن و حالت رو فهمان و بعد به من زنگ زن. فهمو سردارم. دیگر در نزد مهمانان به گفته های من اعتراض نکن. آخر سردارم، حالا کاری سودیش حل نشده است. چگونه ارگین کلان رو نامزد نشان میده؟ ارگین کلان رو نامزد نشان دهیم به مشکلی روبرو نمیشویم. در این مسئله چی میگویید؟ نامزد نشان دادن ارگین کلان از سیاست خودکشی کردن است. از من گفتن. بس اکنون بیزار شدم از اعتراضهایی که نسبت قرارهای من میکنی. جناب، یک چیزی که خورد رو فراموش کردم، برای همین آمدم. مرحمت آقای کیان، شما رو گوش میکنم. جناب، نمیدونم از کجا سر کنم. سخن رو دراز نکنید. چه شد؟ گپ زنید. شما رو گوش دارم. مدامی که گوش کردن میخواهید، برانی بزرگ آرزو دارد که پیکاس نیز در سیاست درآید. با جان و دل او را هم از نام حزب نامزدی میدیم. ترسیدم که یکی شما اعتراض میکنید. از بودن پیکاس در حزبمون خیلی خرسند میشوم. این خیلی باشد کی کرسی را ترک میکنید؟ کرسیم را میگویی؟ تو میفهمی چه میگویی؟ جناب، معلوم است که پیر شده اید. جنابم فکر میکنم که در این کرسی جوان لیاقتمند پیکاس نشسته راهبری کند و سروزیر شود. تو چی ها میگویی؟ من به این کرسی از هواپیما نفر آمدم، با ثبت نآمدم و با ثبت نمیروم. جناب، به همین هم با ثبت نمیروید. نادرست نفهمید. چرا کرسیم را میدادم؟ سردارم، کمی هم باشد آرام شوید. مرا یک بار گوش کنید. گوش نمیکنم. برو از اتاق. شما نه تکلیفم کرده ایدو نه من شنیدم. خداحافظ. وظیفت از سرت میمونه. آقای سرمه، در انتخابات به شما موفقیت. برای کار.
نتیجه را بگو بینی. افسوس که خواهشتون رو قبول کردن نتوانید. خودش میداند. غمگین مشو. زود به اینجا بیا. برانی بزرگ چه خیلی که شما میخواهید؟ کارت معرفی تو حل شده است. یعنی رهبری نوی حزب من تعیین شدم. بله، پس از حل شدن سرمت کمی صبر کن. الله و تاز فرمان ده سردارم. وقتش رسید. فرصت را از دست داده آقای سرمت را به نزد باباهایش روان کن. با دل و جان. فراموش مکن این کار خطاگی را نمیخواهد. چه کاری که میکنید تیزتر حل کن. سردارم یگان ذره شبهه نکنید. میدانم که از عهده کار میبرایی. مرا در خجالت نمان. بچه های عزیز، امر شد. آهن را میبریم. پگاه آقای سرمت رو با چیپته بی بازگشت از این دنیا گسیلش میکنیم. برادران، در داخل این بنا نفرانی هستند که آقای مظهر را پراندند، به ازدحام تیرخالی کردند، آدمان بیگناه را کشتند. شما تیارید که به این رذیلان جزای سزاوار بدهید؟ خوب مایل بسیار خوب. برادران، در این راه مردن هست و برگشتن نیست. در پس این در پلیدان و خائنانی هستند که برای کدام یک آدم بیگناه دام تیار میکنند. ما هم برای آن آمدیم که نقشه آنها را برباد دهیم. بمیرگوید میمیریم. در این راه مردن است و برگشتن نیست. فراموش نکنید لطاز را باید زنده دستگیر کنیم، وگرنه خائنان دیگر را آشکار کردن نمیتوانیم. شما از آن طرف، 2 نفر دیگر از اینجا. باقی همه چی طوری که گفته بودیم. بیایید بچه ها سر میکنیم. فهما. بیایید بچه ها جا بچه. دستت بوده رو. سیوگین این رو پرتو. برای چی؟ در این فیلم من بازی نمیکنم. بازی کردن چی میشود؟ تو در نقش اساسی هستی. برای همین در نقش اساسی بوده سلاحی مخصوص باید داشته باشد. چگونه سلاح؟ نام این اوزی میدونی؟ در 1 دقیقه 1200 تیر خالی میکند. تنها یک کار میکنی. آیسته یک زیر میکنی و در اطراف یک جاندار هم زنده نمیماند. زیبا بوده است. من این سلاح را دوست داشتم. گروه عجایی بوده است. من کارم رو توکلی نمیکنم. برای همین اینجایی به تو باور دارم. آقا این خیلی نکنید. سخن از دهان یک بار میبراید. آدم رو نگاه دارید. خودت رو نشان ده. میبینیم. میتوانم از همینجا مغز سرت را پاش دهم، لیکن تو به من زنده در کاری و تاز. سیزگین به تو باوری دارم. فراموش نکن. سرمد رو بکش، حقت رو بگیر. آقا چقدر میدهند؟ 30-40 سال میدهند. چه هم میگوید آقا؟ شوخی کردم شوخی. خواطر نباش. پولی کلان میدهند. درونم را حسیات عجیب فرا گرفت. حالا سر نکرده اینقدر میترسی. گوش کن. کار کرده دستگیر شده ندازیم. کار کرده از آنجا گریز. با پولی که صاحب میشوی کیف و صفا میکنی. تمام جهان رو میبینی. با ما هجوم میکنن. سبیل ماند. حمله کردن پرونه زودتر. دیگر راهی گریز نداره. همه محاصره شده. بسیار آدم تسلیم شده. اگر نه از اینجا جسدهایتان را میبرارن و تاز. پرونه دین احمق را گوش نکنه. احتیاط کنید. تیر را بیهوده صرف نکنید بچه ها. احتیاط کن. نهایت یک کاری خیرت رو دیدم آقای خیری. باید شما اصلی مرا میدیده.
خدا از شما راضی باشد. احاطه کردن ما چیکار میکنیم؟ ما تو را حمایت میکنیم. تو باش گریز. شما را پرتوخته نمیروم. وقتی صحنه بازی نیست گفتم گریز. آقا همه رو یک با یک نابود میکنن. جواب این را بدهند. پروا نکن. کاری فردای تو مهمتر است. فراموش نکن. چی کاری که بکنی سرمد را از این دنیا گسل میکنی. خوب شده است لکن. زود باش. زود باش. هر کسی گریزد در حال پرانه درو. دیدید نمیگذارم که آدم های مرا کشی. بطاس تو نقمه اساسی من هستی. آدم هایت باشند برای اشتها را کشادن. اگر خواهی اول تو را بخوریم بطاس اول میپزیم بعد میخوریم. گوشت من سخت است جیگید. باید زود نمیپزد. پروا نکن من ترتیب پختنش را میدانم. بیا نزدم. بیا نزدم میگویم. آقای مظهر و پروندی پلیدی بی حیا بطاس خونی آدمان بیگناه در گردن توست. اکنون وقتی گرفتن خون به ها رسیده است. یگی تو مرا دستگیر کردن نمیتوانی. بیا که همشون رو یک میکشیم. خیلی برو با من گذار. تو دیگر هایش رو ببین. حرامی. آقای مظهر رحم کرد و به پایت پراند. بطاس من به کشانیت بپرانم. معلوم است که برای چی استخبارات موفق نیست. برای آن که شما بر این حیوانها را به جای آدمها قبول کرد. همینطور نه؟ جوابی نادرست. برای اینکه تو بر این ابله را راهبری کاروانسرا تعیین کرد. من به کاروان کار ندارم بطاس. با تو مثل بوش و گربه بازی کردن میخواهم. سبیل. یک حکمتی هست آن را میدانی. یکی در جای افتیدهش میخزد و بعد سر روی تو را میتواند. اینش برای لیلا، اینش برای آقای مظهر، اینش برای نفرانی که فریبشان دادی، اینش برای خیانت به وطن. دولتی که تو میگویی آدمانش فروخته شده، صاحبانی اساسی وطن مویم. این دولت اینقدر صاحبانی زیاده داشته است و مثل خرسه که بچهش را از دستاری بوخی میکند. زور که آمد وطن و ملت گفته به پرواز میبراید، به پرواز میبراید. که اینجا بیا، اینجا بیا که بینیم در حقیقت پریده میتوانی یا نه. که بینیم اینجا بیا، پریده میتوانی یا نه. بطاس پریده میتوانی یا نه. اکایست آخر این کس با ما زنده لازم است. من از فکرم گشتم خیری. تا مرده این را نبینم من هیچ آرام نمیشوم. فهمیدی؟
یک پرادر را بینم. من نفر وعده داده فراموش نکن. خیری من این را میکشم. میکشم با من فرقی نداره. میکشمش. میکشم. میفهمی میکشم. خیری میکشم این را میفهمی. میکشم حاضر نه. خب این دار باشد این را به مکان پیشینمون میبریم. خیری با تو یک جای روزهای گذشته را با یاد میاریم. بگوی دکا مگر اون کارها را بسته کرده؟ هیچ گپ نه خیری ما ترک کردیم اما به خاطر آقای ثابت باز یاد میکنیم. شاید سوراخ خنک را براریم. چی گفتی بطاس؟ من به خود باوری ندارم. باز به این کار عادت نکنم. خیری تو گفته هایم را بکن. من مگر این را میکشم این رزیل را. مادامی که اینقدر کشتن میخواهید بیا نباشد بردار میکشیم او رو. مرا بکشید. البته که تو را بدار میکشم. باز کی را بود؟ تو نمیدانی در جای ما دارکشی خیلی مشهور است. حتی چپا بدار میآویزیم. به این هم من در تو جسوری را میبینم. از گوشت میآویزیم. از گوشت میآویزیم. را کرد پیشتر را. کو پیشتر را آقای وطاس. با من ده که خیز از جایت راه کرد پلید. انا همین طور آقای وطاس. اینجا مرکز اصلاح کنی یگیت است. خوش آمدی آقای وطاس. آقای وطاس در اینجا دنیا را به سرت چپگردان میکنم. فهمیدی؟ دادن آکا کدامش رو میخوایی؟ سراخ کنک، عرق، کود؟ خیری دیگر اینها لازم نمیشود. میدانی که من عادت کردم به استحاله کشتن میگیرم. فهمیدی؟ چی خیلی که خواهی؟ خیری زود مرا با مشاور پیوست کن. مشاور رو چیکار میکنی که؟ پخش مستقیم. مرحمت که محترم مشاور شما رو میبیند. آقای مشاور جناب سروزیر سپارش داده بودند که وطاس را تا سحر نزشان آرم. جناب اینک وطاس و همراهانش رو میبینید. این آدم ها را چی کردی یگید؟ آقای مشاور اینها طبیعتا همین خیلند. اینها مثل کرشپرکند و برای همین اینها را چپا آویزان کردم. اگر به کجا رفتن و چیکار کردن شخصی گریخته را نگویید همه تان جزای سخت میبینید. بیهوده کوشش نکن. نه از من و نه از آدم های من یگان کلمه نمیشنوی. تو بیهوده جان فدایی و دلاوری نشان نده. ببینید آقای مشاور از اینها آدم برین میپرسم. تو گبزن شخصی که دیشب از انبار فرار کرد به چی کارها مشغول است؟ التماس مرا سرده نمیدونم. خیر این تر باشد از خودت گیله کن. باز رفتارهای پیشترت رو تکرار کردی. به مثل کشتن مرغابی در باغ آدم نمیکشی. روزهای گذشته روزهای خوب بودن آقای مشاور. هر کسی رو که میخواستم به گپ میدار آوردم. اینا هم اگر چیزی نگویند از اینجا سلامت نمیبرایند. بله رفیقت سکوت کرد و نتیجه اش را دیدی. کو بگو دنبال چیکار هستید؟ من با تو چیزی نمیگویم. آها جوابی نادرست. من جانت رو میگیرم. تو آدم هستی و نه؟ من آدمی هستم که با کشتن تو بر این حیوان ها هوس دارم. اگر خواهی که آدمت زنده ماند گپ زن. میمورمو نمیگویم. آدمانی من هم نمیگوید. همین خیل دادر تو هم از پس این احمقها میروی. این کارت وحشانیت است یگید. شما نمیدونید آقای مشاور اینها تنها با همین راه به گپ میدرآیند. کو بگو آدمی که گریخت با چی کار مشغول است؟ بگو. دهانت را نکشتا میترساند. تو را نمیکشد. گپ نزن. سوی قصد میکنند. التماس مرا نکش. خائن نامرد احمق. سوی قصد میکنند. کو بگو با کی سوی قصد میکنند؟
اکا مرا آزاد کنید همش را میگویم. خیری کوین را فرار. بله شکا. زود. سردارم دیشب به انبار حمله کردند. چند نفری کشته شد و نفرانی دیگر اسیر شدند. با وطات چی شد؟ نمیدونم. چیکار کنیم؟ مگر آقای سرمید را نمیکشیم؟ شما امر کنید بس. کنی خودت را نشان ده. کو گبزن این سوی خاص به جان کیست؟ اکا من کسی را باور نمیکنم. اکا میبخشی تو را هم باور نمیکنم. دو نفر را مثل مرغ پراندی. من تو را به نزد آدم کش و جای حادثه میبرم. نامرد. خیری این را با ماشین سوار کن. مایل شکا. من بد می آیم. کنی پیش درو. یگید دیدی و تاس ترسی جان آدم را بلبل می کند. تیری خلبکی بود. بیچارها از ترس بیهوش شدند. هی جنابان بیدار شوید. بیدار شوید. کو بیدار شوید. چی گپ شد وطاس؟ چرا میخندی؟ به شوخیت میخندم. یک شوخی دیگر نمیخواهی؟ میدونی که تو مانع سوی قصد شدن نمیتوانی. تو همین طور فکر میکنی؟ اینها همین خلاویزان نیستند. به مغزشان کمی خون رود شاید عقلشان به جایش آید. آقای مشاور ماهی بدام افتاد. تبریک میکنم شما هم خوب بازی کردید. کار را حل کن یگید. هوس‌هایشون رو بر دماغشون بگذار ایستند. خوب جناب. خیر می رویم. خیری تو با ما راه را نشان میدی. راست رفتن گیرید. مرحمت سردار. بچه ها در اطراف مردم زیاده. احتیاط شخص شبهناک را به سردار نزدیک شدن نگذاره. یا زودتر رویم. این سوی خاص به جان کی می شود؟ کمتر پس میرسیم. همتون با چشمان خودتون میبینید. اکا از اینجا به طرف راست گذر. 300 متر پس براه کلان میبره. از کار میلرزن. آدمی دیو با اتاقم آمده با من امر میکنند. آدمان دیهات را نامزد نشان دادن بر سیاست خودکشی کردن است. حالا هم فکر بکنند که سیاست را میفهمند. دنیا دیگر شد، مردم دیگر شد. یکی کله اینها مثل سالهای 39 کار میکنند. خودشان را کی فکر میکنند. سردارم از سخنهای که میکنند تهدید را پروانه کن. کاری کردن نمیتوانند. با درون مردم میبریم. چه چونش نامعلوم است. خوب میشون که جوشن بدر میکنه. فکر میکنم که سرمت رو میترسانند. من نمیگذارم که سرمت حراسی بگویند. برابر آزاد است. آزاد خواهد مرد. سیخت در اینجا میشود؟ بله اکا. کی میکشند؟ کلگبسن آقای سرمت را؟ بله اکا. مرد که از انبار گریخته بود همون کس میپرانه. خیلی زود بود. پلیس خبر ده. آقای سرمت را آگاه کنند. آن شخص را با من نشان میدهی. قاتل را میبینید؟ من بازی نکن. بگوی آن آدم در کجاست. بگو. آن همون نفر در اونجا. آن کس؟ بله. ببخشید.
چاپ باش آشنا ناگهان ترکیدن نسازی آزاد